یک فرد در مرکز شهر سنت جان کشف وحشتناکی انجام داد. پلیس سلطنتی نیوفاندلند اعلام کرده است که دلیل مرگ زنی که جسدش در خیابان واتر در مرکز شهر سنت جان کشف شد یک قتل عمدی بوده است و مظنون پرونده نیز فوت کرده است. روز جمعه سرکار جیمز کادیگان اعلام کرد که بقایای یک زن 33 ساله در یک چمدان در منطقه واتر استریت نزدیک خیابان اسپرینگدل پیدا شده است. جسد فرد مظنون که همسر 34 ساله وی بود در خانه‌اش در مرکز شهر پیدا شد. یک روز بعد یکی از مردم این شهر یک چمدان حاوی اجزای جسد این زن را کشف کرد و با پلیس تماس گرفت. به گفته کادیگان، دفتر بازرس ارشد پزشکی معتقد است که قربانی چند روز قبل فوت کرده است. این روایت هولناک برای افرادی که عاشق داستان و پادکست های جنایی هستند ناآشنا نیست. این فرد مظنون مهدی پورباقی پادکستر جنایی آخرین شاهد می باشد. مهدی پورباقی فارغ التحصیل دبیرستان علامه حلی و دانشگاه شریف بوده و در حال گذراندن دوره دکترای بیوانفرماتیک در دانشگاه مموریال بود. او در فیسبوک خود در 22 ژوئن 10مین سالگرد ازدواجش با همسرش را اعلام کرده بود. وی بعد از کشتن همسر 33 ساله‌اش و تکه تکه کردن وی او را درون چمدان خاکستری رنگی جای داده و سپس در خیابان واتر رها کرده است. تصویر حمل چمدان وی توسط دوربین‌های مداربسته ثبت شده است. پلیس معتقد است که این چمدان 6 روز قبل بین ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر روز 10 جولای در یک زمین خالی در این منطقه رها شده است. خود مهدی پورباقی روز دوشنبه 15 جولای در خانه‌اش در مرکز شهر به زندگی خود پایان داده است. با توجه به اینکه مهدی پورباقی یک روز قبل از پیدا شدن جسد همسرش فوت کرده بود، پلیس هنوز در حال بررسی احتمال قتل یا خودکشی است. او چندین سال در نیوفاندلند و لابرادور زندگی کرده است. در حالی که زن 33 ساله ایرانیش در تاریخ 15 می امسال وارد نیوفاندلند شد. بنابراین تا زمان مرگش کمتر از 2 ماه در استان حضور داشته است. پادکست آخرین شاهد یک پادکست جنایی با روایتی شیوا و جذاب که محوریت آن پرونده‌های جنایی واقعی بود. این پادکست که شنبه هر هفته یک قسمت از آن منتشر می شد، هر پرونده را در قالب چند قسمت با روایتی جذاب و داستانی بررسی می کرد. راوی این پادکست مهدی پورباقی بود. او حالا متهم به قتل همسرش است، اما خودکشی کرده و دیگر در قید حیات نیست که به این اتهام پاسخ دهد. در توضیحات پادکست آخرین شاهد آمده است این یک پادکست قصه‌گو نیست. پرونده‌های جنایی واقعی حاوی مصادیق خشونت، حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و می‌توانند برای کودکان و افرادی که روحیه حساس آسیب پذیری دارند اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشند. نکته عجیب ماجرا انتشار اپیزود آخر پادکست جنایی آخرین شاهد با عنوان شکارچی ادامه دارد در روزهای اخیر است که بعد از وقفه طولانی در انتشار این پادکست منتشر شده و بسیار کوتاه و عجیب است، چرا که راوی یعنی قاتل پرونده در آن بدون هیچ مقدمه‌ای از داستان خشونتباری سخن گفته که در آن خطاب به سری بریده سخن میگوید و تاکید دارد که با یک چاقوی جیبی این قتل را رقم زده و از آن هیجان زده است. یکی از مخاطبین وی نیز زیر آخرین پادکست وی از اینکه خود مهدی قاتل شده است کامنتی گذاشته که بر عجیب تر بودن این پادکست صحه گذاشته. در ادامه تکه‌ای از آخرین پادکست جنایی مهدی پورباقی رو بشنوید. نشسته بودم و یه سر بریده توی دستم بود. باهاش حرف می زدم. بهش نگاه می کردم. داشتم از هم می پاشیدم.